خیلی‌ها فکر میکنن یه فیزیک درست کردن خیلی سخته، ولی اصلا همچین چیزی نیست. اونایی که اینجوری فکر میکنن این مسئله رو خیلی برای خودشون پیچیده میکنن. What have you done? حالا من میخوام تو این ویدیو بهتون 3 تا راه حل رو یاد بدم به اون فیزیکی رو که دوست دارین برسین بتونین راحت‌تر برسین. اون دیگه بستگی به شما داره که اگه واقعا میخواین بهش برسین یا نرسین. این چیزی هم که من به شما میخوام بگم این از تجربه سالیان و سالی که با شاگردان مختلف کار کردم میخوام به شما بگم که شما بتونین اونو تو زندگیتون انجام بدین. اولیش چیه؟ اولیش رژیمه. رژیم یعنی چی؟ رژیم این نیست که شما نخورین غذا. رژیم اینه که چیزایی که در روز مصرف میکنین مثل مرغ، ماهی، گوشت، تخم مرغ، همه اینا رو توی غذاتون داشته باشین، ولی به اندازه کافی بخورین. یعنی چی؟ یعنی اون پروتئینی که بدنتون نیاز داره به اندازه بخورین. زیاد نخورین که دلتون رو بزنه، یا کم نخورین که اون اندازه که بدنتون نیاز داره رو بهش نرسین. غذاهایی که توی خونه میخوری، همون غذایی که بهتون گفتم، ماهی و گوشت و تخم مرغ و اینا، سعی کنی شروع کنی یواش یواش همه اینا رو اندازه بگیری. حالا یه سریا دوست دارن این کار رو انجام میدن، یه سریا دوست ندارن انجام نمیدن. اون بستگی به هدفتون داره، بستگی به اون داره که چقدر واقعا دوست داری به این فیزیکی که همیشه تو رویات بوده، همیشه تو فکرت بوده، بهش برسی. یکی از مهمترین چیزا اندازه‌گیریه. بعد از یک مدت این کار رو انجام بدی دیگه نیازی نیست که بری همه رو اندازه بگیری. چرا؟ تا حد زیادی میدونی که چقدر اوکی باید الان برای صبحونت، برای ناهارت، برای شامت چه اندازه‌ای نیاز داری. یه جوری چشت قشنگ میشه خودش برات وزنه. حالا تو هر چیزی میتونه باشه، تو کربوهیدرات میتونه باشه، توی فتت هم میتونه باشه. حالا الان اینجا میرسیم به کربوهیدرات، مثل برنج، مثل حالا چیزایی که نیاز دارین بخواد سریع جذب بدن بشه. برنج یکی از منبع خوبه کربوهیدراته که میتونین اونو حتما توی رژیماتون بذارین و بخورین، ولی یادتون باشه همونطور که گفتم نه بیش از حد نه کمتر. یه سری چیزا هست واقعا باید درست انجام بشه، اندازش خوب خورده بشه که بتونین نتیجه بهتری بگیرین. سومیش چیه؟ چربیه. چربیای سالم داریم، چربیای بد داریم. چربیای سالم میتونیم مثلا مثل بادوم زمینی، مثل گردو، مثل پسته، اینا رو حتما توی رژیماتون داشته باشین هر روز. ولی یادتون باشه باید خیلی خیلی مواظب باشین، چون چربیایی که مثل اینا هستن کوچیکه یهو، ولی میبینین چقدر کالریتون رفته بالاتر فقط به خاطر اینکه یه مقدار بیشتری که بدنتون نیاز داره رو دارین مصرف میکنین. گزینه دوم گزینه تمرینتونه. یادتون باشه شما وقتی میایین تمرین میکنین، شروع میکنین به تمرین کردن، توقع اینو نداشته باشین که توی 1 ماه بتونین یه نتیجه عالی بگیرین. نه، ژنتیک با ژنتیک فرق داره، لایف استایل با لایف استایل فرق داره و اون تلاشی که براش میکنین شما با کسی دیگه خیلی فرق داره. شاید شما بیشتر از یکی دیگه تلاش کنین بیشتر نتیجه بگیرین، شاید یکی دیگه بیشتر از شما تلاش بکنه اون زودتر نتیجه بگیره. شاید اینجا فکر کنین ژنتیکتون بره، ولی نه، همچین چیزی نیست. اون بستگی داره شما چقدر تایم بذارین، چقدر انرژی بذارین تا بتونین اون نتیجه رو بگیرین. پس یادتون باشه تو این مسئله اینجوری نگاه نکنید که من تو 1 ماه بعد تغییر میکنم. به نظر من چیزی که همیشه با شاگردان میگم، اصلا چیزی به عنوان تایم به خودتون ندین. چیزی به عنوان تایم ندین، چیزی به عنوانی که هر روز خودتون رو برین روی وزن چک بکنین ندین. مهمترین چیز اینه که وقتی شما یه شلوار میپوشین، مثلا اگه میخواین چربی سوزی بکنین، وقتی احساس میکنین کوچیک شده، اون خودش دقیقاً یعنی شما رو یه قدم نزدیکتر کرده به هدفتون و اونو میتونین به عنوان انگیزه استفاده بکنین برای مرحله بعدی و میفهمین که دقیقاً راهی رو که دارین میرین راه درستیه. حتی بخواد برای کسانی باشه که وزن میگیرن، وقتی احساس میکنن اون شلواری که میپوشینن یه ذره براشون تنگ شده، یعنی دقیقاً وزن گرفتن. پس تمریناتتون، روتین تمرینیتون خیلی خیلی مهمه. ولی حالا اگه میخواین یه تایمی هم به خودتون بدین، حداقل کم کم 90 روز حتما باید تمرین بکنین، غذای سالم بخورین. حالا کسایی که میخوان چربی سوزی بکنن قدماشون رو در روز بشمرن. این چیزایی که شما رو میتونه نزدیکتر و نزدیکتر به هدفتون بکنه. و سومیش هم عادتهای بدتونه. حالا عادتهای بد چیه؟ مثلا تو خونتون مامانتون یا باباتون ور داره یه چیزی مثل چیپس، پفک، بیسکویت ور داره میخره میاره، شما تو خونه اونو ور داره میخورین.
شما اونو ور میدارین میخورین. خب میدونین همون شما رو از اون هدفی که دارین دورتر میکنه. شاید خیلی‌ها بگن نه اشکالی نداره. نه، تجربه که من دارم، من چیزی که دارم میگم به عنوان یه مربی که دارم سالیان سال کار میکنم با شاگردای مختلف و خودم رژیمای سنگین میگیرم برای مسابقات، وقتی میدونم اگه یه ذره شلتر بگیرم رژیممو نتیجه‌ام بدتره، ولی وقتی محکمتر میگیرم نتیجه بهتره. این چیزایی که دارم بهتون میگم به خاطر تجربه سالیان سالمه که اگه دوست دارین واقعا نتیجه بگیرین این چیزها رو فعلا انجام بدین و مطمئن باشین خیلی نتیجه میگیرین. اگه باباتون برمی‌داره چیپس میاره، تخمه میاره، گردو میاره، پسته میاره، همینجوری میریزن روی میز، میوه میارن، شما میان باشون میخورین، نه، اینجوری نمیتونین نتیجه بگیرین. پس اون عادتهای بدتون رو حتما بذارین کنار. چرا؟ چون یکی از مهمترین چیزهایی که شما رو میتونه بیشتر و بیشتر از اون هدفی که دارین دورتر بکنه و بعدش فکر میکنین که مشکل از رژیمتونه، از تمرینتونه، یا کورتیزول هم بالاه به خاطر اینکه استرس هم بالاه. نه، همچین چیزی نیست. وقتی یه روتین درست منظم برای خودتون بذارین و از یه سری چیزا دوری بکنین، یه سری چیزا رو دقیق همون جوری که بهتون گفتم، مثل پروتئینتون، مثل کربوهیدراتتون، مثل چربیتون، همه اینا رو درست و قشنگ بخورین، مطمئن باشین بدون شک جواب میگیرین. من این چیزی که همیشه به شاگردان میگم، کسایی که یه ذره سخته براشون وزن کم کردن، کسایی که میخوان وزن کم کنن یا کسایی که میخوان بدنشون و چربیشون رو بیارن پایین‌تر، میگم اگه 3 ماه اون چیزایی که من بهتون میدم، حالا چه رژیم باشه چه تمرینی باشه، اگه درست انجام بدی، اگه اون چیزی که خواستیم 30-40% بهش نرسیدیم، من خودم شخصا $1000 بهتون میدم. دقیقاً چیزی که به شاگردان میگم و گفتم و خواهم گفت آخر عمر. چرا؟ چون مطمئنم اگه هر کسی روتین زندگی درستی داشته باشه، با این چیزایی که گفتم خیلی زودتر میتونی جواب بگیری. خب توی کامنت هم حتما بهم بگین جام جهانی داره شروع میشه، چند روز دیگه است، طرفدار کدوم تیم هستین؟ من که خودم همونجوری که میبینین کانادا رو پوشیدم، ولی تیم اولم آرژانتینه. توی کامنت ها حتما برام بزنین. اگه ویدیوهای اینجوری بیشتر دوست دارین توی کامنت بهم بگین که بتونم بیشتر درست بکنم و بتونم یه سری نکته‌های کلیدی یاد بدم که بتونین به هدفتون، چه توی چربی سوزی چه توی عضله سازی، بتونم بیشتر بهتون کمک کنم. مرسی که چنل رو میبینین. یادتون نره حتما سابسکرایب بکنین، لایک بکنین، کامنت هم برام بذارین. توی ویدیو بعدی میبینمتون.